من آدمی رو داشتم که 3 سال پوست من رو تو کار تراپی با شوهرش کن که من خونه میخوام، خونه که مثلا باید 500 600 هزار تومان رفت 1 میلیون خرید. حتی من رو وادار کرد برم اون خونه رو ببینم از اون کارا که شما بیاد ببینید. آمدم گفتم والا خوبه، باورم کنید 1 ماه بعد از اینکه خونه رو خرید آمدن باز قیمتم ناراحتم. گفت چی؟ گفت رفتم خونه فلانی آقای دکتر چه خونه و زندگی اون داره. ما برگشتیم سر جای اول. دوستان خوب من، اگر شادی رو، اگر خوشحالی رو، اگر خوشبختی رو تو وجود خودتون پیدا نکنید و نه تو این دوستی و آشتی رو با خودتون داشته باشید، هیچ چیزی در بیرون هرگز شما رو نه خوشحال میکنه، نه راضی میکنه، نه خوشبخت. شما روزی که به سمت یه چیزی حرکت میکنید بعد از داشتنش تازه به یه پوچی و خامی و در حقیقت خالی بودنش پی میبرید که بیشتر شما رو اذیت میکنه. من تو زندگیم قراره که رشد خودم، تکامل خودم، احساس خودم، بهتر شدن خودم، برتر شدن خودم باشه. من قراره هر روز رکورد خودم رو بشکنم، چون روزی که هر روز رکورد خودم رو شکستم هم موفقم هم خوشبخت. اما اگر قرار باشه رکورد شما رو بشکنم که غالب اوقاتم نمیتونم بشکنم، بر فرض که موفق باشم حتما بدبخت خواهم.